روشن و زیباست وقتی هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. سلام و درود، السلام علیکم، شما بخیر مردم عزیز دوستان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک عظیم برای تبریک کردن به خانواده بگزادمک آمدیم. امروز جشن زادروزی زینور خاله شده ایستاده است و لحظه های خرسندی را از نام فرزندان پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. سلام و شما بخیر. السلام علیکم مهمانان خانواده بگزادمک، مهمانان خانواده زینور خاله، هر یکی شما را به امروز جشن زادروزی زینور خاله خوش آمدید میگویم. البته برای ما صاحب جشن لازم هستند. زینور خاله همراهی بگزادمک برایشان چقدر خرسند زنیم میارزد. مرحمت معلم عزیز شما را به نزد ما تکلیف میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت بگزادمک، مرحمت. لحظه های خرسندی را امروز بیرام را در خاندانتان مبارکباد میگویم. بگزادمک امروز چشم شما با خود زینور خاله چند ساله برید؟ 15 ساله. اقلا 18 سالگی؟ 20 ساله. شما 22 مادر عزیز 18 ساله شده کردن. مادر جان مهربان زادروز مبارک. روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. امروز شما را شخص نظام بگزادمک، از نام زلفی راویتی بهبود جان، از نام فرنگیز بانو، از نام همسینف رخشانه بانو، از نام نبیره های شیرین تبریک میگویم. امروز زادروزتان مبارک باشد. بهبود جان میگویند من خوشبخت‌ترین فرزندم. چرا گفته پرسان کنیم؟ در سر دارم پدر، در سر دارم مادر مهربان و دعاگوی، استاد در زندگی، معلمه که من چندین سالها برای نسل نورس، برای کودکان تعلیم دادن، درس دادن، آموزاندن. خدا کند که بی‌درد و بی‌غم دعاگوی سر ما فرزندان باشد. همیشه در سر ما دعاگوی شده گردد. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. یگان درد و غم زندگی را مادر عزیزم نبینند و در سر ما خدا کند که همراهی پدرم دم پیری و دولت پیری را دیده حاجیانه و حاجی بابا شده گشتنشان نصیب کند. امروز برای مادر چقدر سخن گویم کم است. مادر فرشته،
فرشته که ما با دو چشم خود میبینیم در زندگی تنها دو قنات ندارد. برای فرزند بود و نبود جان خود را فدا میکند. تمام جوانی، تمام هستی خود را برای فرزند فدا میکند که نامش مادر است. امروز معلمه برایتان چقدر سخن گویم می‌ارزد. من چندین سالها در مکتب در دبستان تعلیم داده، در مسافرت ها گشته برای همین رونق و رواجیابی فرزندان، برای زیبا فراوان زندگی کردن همین فرزندان عزیزتان برای مادرم رسانید. مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قدی تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شام تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. با کلام و معنی ها و معرفت، تو ز عشق حق نمودی ساغرم. بگذارم خدا کند که دم پیری و دولت پیری را در نصیب کند. امروز از نام فرزندان عزیز بار دیگر شما این را تبریک میگویم. زینورا خاله امسال چند سالگی توی است؟ چند سال شد تویش تگش با؟ کنی مهمانان؟ 30 سال. خدا کند که 50 سالگی هم جشن گیریم. و البته یک سری را آشکار کنیم که در این روز هم صنفی ما هم جشن زادروز دارد رخشانه بانو. خدا کند که رخشانه بانو همراهی بهبود جان ایزی پای قدمی بگزادمک را زینورا خاله را زیر کرده باشد. خدا کند که صاحب یکشان فرزندهای صالح و صالحه شوند و البته آنها جان و بابا جان دعاگوی هستید و باشید و دعاگویش نگردید. همیشه خوشبخت باشید. همراهی بهبود جان یک جایه مانند امروزه پدر مادرتان فقط خوش و خرسندانه زندگی کنید. بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. امروز زینورا خاله بهوده نپرسیدیم که چند سالگی توی است گفتن. هر بار میپرسیم بعد از که مردان کلان شدن، صاحب فرزند و نبیره شدن کمی شرمگین میشوند و گل تحفه کنی را بس میکنند. شما چند بار گل پدر کردگی هم بگذاده بکنیم؟ هر سال فقط 8 مرتبه. حاضر باشد گواهی مهمانان را البته اجزام شخصا بگذادمک برایتان گلدسته زیبا داریم. اگر مهمانان قرصک زنن اگر تقدیم بکنیم خود بگذادمک میسپارند. مرحبا مرحبا. مبارک باشد. و این عنعنه دور نشود، همینجا میستیمالیم. این عنعنه دور نشود. از نام بهبود جان برای رخشانه بانو گلدسته است. مرحمت بهبود جان، خوشبخت‌ترین اوله باشد. مبارک باشد. یک خرسک زنیم. نظیره ها گلدسته تقدیم میکنیم. مرحمت. مرحمت. دختران آموز کرده تبریک کردنتان ممکن است. مبارک باشد. سورپریز بالای هم است. حاضر بگذادمک آهسته گفتن در گوش من که من 30 سال شده است علاقه حسین جان. در مابین این 30 سال چه روزها چه پستی بلندی های زندگی رو دیدیم و یک جای طاقت کردیم، یک جای خرسند شدیم، اشک ریختیم. خدا کند که یک جای پیر شویم و برایش یک انگشترین طلا دارم. اگر مهمانان خودشان قرصک زنند شخصا بگذادمک خودشان بر شما تحفه میکنند. مرحمت. زادروز مبارک باشد. مرحمت. گذرانید خودتان. مبارک باشد. زادروز مبارک. رخشانه بانو امروز زادروز است. خدمت نکنید ما میداریم تئاتر خودمان.
گذارید جان از شما نزدیکتر و برای رخشان بانو از نام بهبود جان البته از بیشترین اطلاع است تقدیم میکنیم زادروز مبارک باشد مرحبا و البته پرتریت است برای بگزادمک مرحمت پیش شما میتوشیم آورده زادروز مبارک مبارک باشد بگزادمک امروز ساعت چند بود تبریک کردید راستش ساعت چند بود؟ صبحانه بود یا 12 شب بود؟ پیش از نمازی بامداد از یک تبریک کنیم پیش گواهی مهمانا با مرحمت اگه پیش همون باید تبریک کنم کپا نیستیم نیم چی میگن امروز زادروز مبارک باشن که میدونید یکم زادروزتون مبارک بلی سر بزنه حضوری بچه نیوره آره توشن میشه رحمت هم موتون بخش آمده سلامت باشد اکنون هم ما یک جای میستیم دختران بهبود جان همه کسی یک جای میستیم شیرینی را میبونیم تارتارا از آن تناول میکنیم بذاریتون پیششون با مرحبا Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. مرحبا بزرگوار نجمه شیرینی را میبریم بهبود جان هم آماده یک جایی Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское подало. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового زنفیرایتی настроения. داری پدر من نزدیکتر سدو مادر را تبریک بیه مرحبا Assalomu alaykum. Badargohi dadam. Hamma yoqqa xush omading. Iloyim jon sad sog'lashadi. Kelinosh, men sad sog'lashadi. Shmo kelinayman. Badaqtar bari, uko bari. Dijon, iloyim da huzurakum nakle. باشه بخشی این چه خیامونه شوخی گریامونه بخشی بخی خیلی ما هر چی تو دارم نیست دختر شخصونه خیلی باشی تبریک باشه رحمتی کامون Я тебя люблю, день рождения. چه دیگه نمیدونیم فرنگیز بانو مرحبا اینجا ایرانی صد سوال شده همه وقت وقتا صاف سلامت برده یمگملو شما اکمکل پوشا پیر شده شما یمگملو نیمان با آیتی صد بدره رحمت اکنون باشد مهمانان عزیز شما را به رقص تبریک میکنیم در آن جایی که
یکی از اون فعالان زنها هستند نوربی خاله رقص هستند نوربی خاله یک جا با راهبری شما همه را رقص به تکلیف میکنیم خورسنده میکنیم در این کاشانه زیبای بگزادمک اینشان فقط رقص و بازی خورسنده میکنیم بار دیگر زنوره خاله روشنبان زادروز مبارک باشد 120 ساله باشه همیشه مانند امروز خوشبخت‌ترین زنی دنیا باشه مرحمت سرودهای شما برای شما مرحمت خدا اولا تبریک کنیم بعد به رقص تکلیف میکنیم السلام علیکم مرحبا السلام علیکم محترم خش توارو خدا همه خودی شما نوری دیگر توجی سر جدای من خلصن ایریز انسانیت نم مادر شعریق میکردگی مادر مادر حکومت میکردگی این چیز برای من جدا من خلصن لیکن دیگه خود خواست شبیه یوشی بایستان کنیم تو برام کنستوی رحمان هم یک کارتون خلصنده شود جیانم فرزنده خوش کنی خوشت پیر شود وای زلطای کنی جونا نزلطو زلطای یک روری دیوشون پیری بدنله شده کردم نوری چشماشون اچشماشون کردن نکنم همه وقت سویت برای روشن شده خلصنده کنه کردم با خلقو رسیلی با اصلا کشتی خون رحمت اکنون میرسه نه مرحبا سرود هم برای شما یام زادروز مبارک Bacayı mı cindile
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده بگزودمک مهمان شده مادر عزیز خاندان زینور خاله را در جشن زادروزشان، کلین خاندان رخشانه بانو را نیز در جشن زادروزشان از نام اهل فرزندان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. بچه‌کم هم یکاتون به رحمت من خیر روزکای اجداد نکاگی بدو لویم ببین جون کلیم که خوشا پیر شو بچه زیادی بچه کو تبی خدا نیواره ایواره چه واره براسوناتا یک نورچه کم نخشوا پرندی جان هم یکاتون به رحمت بچه لویم این سال جوگی خدای مهرمون گوره با لایق بیدم بچه کم به هم یکاشون به رحمت کل نکن به رحمت بچه کن به هم یکاشون به رحمت خوجاینم به رحمت که ملا بگشته به دنیا با اوانتا رحمت میکنم معنی شد گیره نکنی شد رحمت شما هم رحمت بسه اینجا